بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیری به خدمت همه شما همراهان عزیز و ارجمند، علاقه‌مندان به فوتبال، ورزشکاران، ورزشدوستان و تمام مردم افغانستان. وقت شما بخیر. از طریق دریچه تلویزیونی ورزشی مردم افغانستان، تلویزیون ملی سپورت، در خدمت شما هستیم با یک گفتگوی ویژه. و در این گفتگوی ویژه همطور که در تصاویر قبلی دیدین، مشاهده کردین، مهمان ما کسی نیست جز عبدالله المطیری، سرمربی کویتی تیم ملی فوتبال افغانستان، و من حضورشان را خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدین جناب آقای المطیری. بر ما بگین که چرا افغانستان را انتخاب کردین با وصفی که لیگ منظم نداشت، مشکلات زیاد بود، فدراسیون فوتبال چند ماه میشه که بودجه در اختیار نگرفته، چالش‌های زیادی، و اینکه تیم ملی چند سال میشه که نتیجه نگرفته. همه مردم افغانستان منتظر نتیجه گرفتن هستن، از شما قطعا نتیجه میخواین. با وصف همه چالش‌ها و مشکلات چرا افغانستان را انتخاب کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. I am very happy to be with you and this is my first interview in Afghanistan media. خرسندم که در حضور شما قرار دارم. این نخستین مصاحبه من در رسانه‌های افغانستان است. دو دلیل دارد. نخست این که من چالش را خیلی دوست دارم. دوست ندارم در یک فضای صلح‌آمیز که همه چیز قناعت بخش باشد و ما به چیزی نیاز نداشته باشیم کار کنم. فوتبال افغانستان برای من یک چالش بزرگ است. نخست باید یک رابطه خوب میان فیفا، AFC و فدراسیون فوتبال افغانستان بسازم و بعد از آن یک نتیجه خوب در آینده برای مردم به دست بیاورم تا آنها را خوشحال بسازم و مردم بالای تیمشان افتخار کنند. و دلیل دوم دلیل شخصی است. من فکر می کنم مسلمانان در میان خود یک وجه مشترک دارند. به باور من بهانه جز اسلام نیست. پس این وظیفه من حیث یک مسلمان است که برادران مسلمان خود را کمک کنم. من به این عقیده دارم. ممکن بعضی مردم این را نپسندند، اما من به همین دو مورد باورمندم و دو دلیل دارد. نخست این که من چالش را دوست دارم، دوم این که بهانه جز اسلام نیست. پس خوب است که ما یک دیگر را من حیث مسلمان کمک کنیم. First, because I love challenge. Second, because لا عزة لنا إلا بالإسلام. So we need to support each other as a Muslims. تشکر. پس این توانایی و این ظرفیت در خود میدیدین که شما با وصف همه چالش ها این مسئولیت کلان را به عهده بگیرید؟ It is big challenge because there is the problems. It's not only with FIFA and the این یک چالش بزرگ است، به خاطر که مشکلاتی است که تنها با فیفا و AFC نیست. همچنان مشکلات در درون فدراسیون فوتبال افغانستان بگذار بگویم میان مسئولان، میان جامعه ورزشی نیز وجود دارد. پس همه چیز رو به سخت‌تر شدن است. اما الحمدلله زمان و دیدار با AFC و با سخت کار کردن و صحبت کردن با همدیگر و با ارائه معلومات دقیق به فیفا و AFC همه چیز رو به خوب شدن است. اما مهمترین مورد این که همه باید بدانند تمام مشکلات در یک ماه و 2 ماه و یا هم 6 ماه حل نخواهد شد. این به زمان نیز نیاز دارد، به خاطر که ساختار اعتماد به نفس به زمان نیاز دارد. و مورد دیگر، رابطه من حالا با تمام مسئولان در درون افغانستان، در ولایت ها، درون فدراسیون فوتبال افغانستان، با کمیته ملی المپیک، همچنان با دولت برای آینده جامعه ورزشی افغانستان خوب است. نه تنها فقط فوتبال، ما همچنان برای رشته های دیگر سخت کار میکنیم. به گونه مثال برای بازی های آسیایی می خواهیم باشگاه های زیادی را برای حضور در رقابت های جام باشگاه های آسیایی حمایت کنیم. ما سخت و جدی کار می کنیم. آنها فکر می کنند حالا ما تیم بهتری داریم. آقای حافظ احمد جان، همچنان کمیته نظارت، دایرکتر تکنیکی و سکرتر جنرال جدید آقای دکتر بهرام صدیقی و تمام کارکنان فدراسیون، همچنان هیئت رهبری، تمام ما برای یک دلیل کار میکنیم. هدف ما پیشرفت فوتبال افغانستان است و ما به زمان بیشتر نیاز داریم. Our target is to development football of Afghanistan and we need more time for this. شما در شرایط تیم ملی را در اختیار گرفتین که بازیکن‌ها پخش بودن در جاهای مختلف دنیا و مسابقات در مرحله پلی‌آف است. شما در یک مرحله مرگ و زندگی قرار دارین، یعنی که اگر که در مقابل مغولستان در مرحله پلی‌آف شما بازی را واگذار بکنیم، این که مردم همگی نتیجه را منتظر نتیجه هستند، شما عملاً چانس شما برای ادامه حضور روی نیمکت مربیگری افغانستان سخت نیست، پرچالش نیست؟ We have bigger problems in the small countries in football.
The countries who don't have big history ما in یک football, چالش بزرگ در یک کشور کوچک در فوتبال داریم، کشوری که تاریخ بزرگ در فوتبال ندارد. آنها فکر میکنند هر مربی خارجی که به کار کردن میآید جادو در انگشتان خود دارند. اگر من انگشت تکان دهم کار تمام است. ما جام جهانی را خواهیم برد. نه خیر، چنین نیست. در نخست ما باید این ذهنیت را تغییر دهیم. دوم، ما نیاز به تغییر این فرهنگ داریم. سوم، ما نیاز به شناختن خود همچو یک کشور داریم. چگونه؟ زمانی که تمام اردوگاه تمرینی ما بیرون از کابل بود، بیرون از ولایت‌های افغانستان بود، چگونه میتوانیم بگوییم ما تیم ملی فوتبال افغانستان هستیم؟ دلیلی که برای انتخاب بازیکنان تیم ملی است، اگرچه داخل افغانستان است یا بیرون از افغانستان. اما حالا ما تمام مشکل‌ها را حل کردیم، ولی این نیز نیاز به زمان دارد که بازیکنان با تجربه با استعدادهای جوان یک جا بسازیم و همچنان به بازی‌های بیشتر نیز نیاز است. اگر بازی را به منگولیا واگذار کنیم این آخر کار نیست، به خاطر که ما به مرحله سوم راهیابی به بازی‌های آسیایی فقط خواهیم رفت، ولی بازی منگولیا و مرحله دوم راهیابی به بازی‌های جام جهانی و بازی‌های آسیایی ملحق خواهد شد. پس ما 3 چانس برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا داریم، مگر تنها 2 چانس برای راهیابی به جام جهانی. ما باید نخست منگولیا را شکست بدهیم، بعد از آن ما به گروه می رویم، در آنجا مبارزه خواهیم کرد. به خاطر آن بازی برابر منگولیا بازی آسانی نیست. هر کسی فکر می کند خیلی آسان است. ما می توانیم 5-0، 6-0 و یا هم 10-0 برنده شویم، ولی این درست نیست. منگولیا در 2 سال اخیر بیشتر از 11 بازی انجام داده است، اما ما در 2 سال اخیر تنها 6 بازی انجام داده ایم. بازی ویتنام، 3 بازی در راهیابی بازی‌های آسیایی، 2 بازی دیگر با قرقیزستان و ایران. پس آنها به زمان و بازی‌های بیشتر نیاز دارند. مردم و طرفداران از من می‌خواهند که به جام جهانی راه پیدا کنم. بدون حقیقت و منطق چگونه شما می‌توانید به جام جهانی راه پیدا کنید؟ پس هر کسی که از من چیزی میخواهد یا چیزی میپرسد باید منطقی باشد. یکی از آنها به گونه مثال، یک خبرنگار هر روز برای من در رسانه‌های اجتماعی پیام میدهد که یک بازیکن را انتخاب کنم و 1000 بار توضیح میدهد. این بازیکن خارج از افغانستان به دنیا آمده، اون نمیتواند برای افغانستان بازی کند مگر هر روز عین سوال را تکرار میکند. این یک مشکل بزرگ است. اگر معلومات کامل ندارید قضاوت نکنید. پس من نخواهم گذاشت که مردم غمگین باشد، اما مردم هم باید به من فرصت دهند تا کار کنم، زمان بدهند که کار کنم، این ذهنیت و فرهنگ را تغییر بدهم. این مهمترین چیز برای من است. But also the people must give me the chance to work. Give me the time to work. To change the mentality, to change the culture. So this is the most important for me. بله، بیاییم آغاز بکنیم از اولین روز کاری شما یا اولین تجربه شما به عنوان مربیگری روی نیمکت تیم ملی فوتبال افغانستان و اولین چالش شما، اولین کار شما هم از فوتبال داخلی آغاز شد و روزی که شما فوتبال داخلی، فضای داخلی، پتانسیل فوتبال داخلی را آشنا شدین و شناختین و فکر میکنم که یک سری اتفاقات غیر منتظره هم باعث شد که شما تصمیم بگیریم که بازیکنای خود از میدان بکشین. مشکلات داوری که در اون زمان خود شما عنوان کرده بودیم یا هجوم پرشمار علاقمندا که از قبل مدیریت نشده بود، اتفاقای زیادی. میشه بگین که دقیقاً تصمیمی که شما گرفتین بازیکنان را از میدان بیرون بکشین، دقیقاً همون لحظه فکر شما به چی بود؟ چرا چون این تصمیمی گرفتین؟ دلیلی چی بود؟ The most important thing when I decide to accept to visit Herat, to send مهمترین موردی که تصمیم گرفتم از ولایت هرات دیدن کنم این بود که به جهانیان این پیام را برسانم که فوتبال در افغانستان پیشرفته و زنده است. ما کدام مشکلی نداریم، اما تنها تصور کنید زمانی که شما همه چیز را انجام می دهید و یک داور اشتباه بچگانه می کند. نخست یکی از مسئولان کنارم بود و گفت خطا است. ما متوقف شدیم. این تنها موضوع گل زدن نیست، این موضوع احترام است. درست، اگر تیم شما تیم ملی را شکست دهد چه فایده؟ وقتی تیم ملی تیم شما را شکست دهد چه فایده؟ این نخستین بار در زندگی من است که علاقمندان در کنار من داخل زمین است و این را قبول کردند. من هم قبول کردم. آنها خوشحال هستند و همه چیز خوب است. من بیشتر از 30 تصویر از همین طرفداران به فیفا و AFC فرستادم درباره همین علاقمندان. اما وقتی داور بازی را برای خوشحال کردن طرفداران و تیم خراب می کند، این چه است؟ دلیل چه است؟
نمیتوانم دلیل را بدانم. به خاطر آن وقتی خواستیم بازی کنیم هیچ کس در مورد دلیلش توجه نکرد. به گونه مثال آرژانتین تمام بازی‌های دوستانه خود را قبل از برنده شدن در جام جهانی واگذار کرده بود. پس اهمیت بازی‌های دوستانه چی است؟ چیزی مهمتر از آن، ما در یک وضعیت خیلی بد قرار داریم. پس ما نیاز داریم که به جهانیان نشان دهیم که ما در وضعیت خوب قرار داریم. اما شما کوشش میکنید همه چیز را انجام میدهید. یک کسی می آید و همه چیز را نابود میکند فقط به خاطر اینکه نشان دهد قدرتمندتر از فدراسیون است، قدرتمندتر از تیم ملی است و نشان میدهد که با تیم ملی جدی است. این منطقی نیست، به خاطر که مهمترین چیز تصویر فوتبال افغانستان است که به جهانیان برود. این پیام من است. من اینجا برای نکات مثبت آمدم. نکات منفی را ما می توانیم در پشت دروازه‌های بسته بست کنیم و حل بکنیم. به خاطر که من باور دارم دولت، فدراسیون، کمیته المپیک تمام اینها میخوان قانونهای جهانی را تعقیب کنند. پس وقتی ما 20 الی 18 ساعت سخت کار میکنیم، پس نیایید و با اشتباه مخرب خود نشان ندهید که شما قوی‌تر از تیم ملی هستید. به خاطر که اگر باشگاه تیم ملی را شکست دهد به این معنی نیست که دنیا تمام شد. More stronger than national team, because if the club beat the national team, it does not mean the world is finished. بس این اتفاق دقیقاً در بازی برابر قرقیزستان هم تکرار شد. جناب سرمربی، دلیلی که در قرقیزستان شما چنین واکنشی انجام دادین در چی بود؟ I work in FIFA and AFC with the national team. من در فیفا و AFC کار کردم با تیم ملی، تیم باشگاهی، مربیگری. من رابطه محکم بیرونی دارم بیشتر از 15 سال. پس من میدانم چه زمان تیم را بیرون بکشم، چه زمان بگذارم. تصور کردن نمیتوانید که ما به چه اندازه در هتل قرقیزستان خوابیده ایم. میدانی ما تنها تیم 1 ستاره بودیم، از تیم‌های دیگر 5 ستاره بود. آیا کافا میتواند تیم ایران را به هتل 1 ستاره ببرد؟ نه خیر. اما این افغانستان است، مشکل نیست. اینها نخواهند گفت. در آن زمان هر کس مرا ملامت میکرد. میدانی فوتبال افغانستان برنده شد، من بازنده شدم. من بعضی از دوستان خود را در کافا از دست دادم، بعضی از دوستان خود را در قرقیزستان از دست دادم، همچنان بعضی دوستان خود را در فیفا و AFC از دست دادم. به خاطر آن مرا محروم کرد. اما من تمام چیز را از بین بردم تا محافظت از نام افغانستان و جایگاه او کنم. As a respected. نمیشد مشکلات هتل و مشکلات ترانسپورتیشن و مشکلات بوده باش، خرج و خوراک را در یک جای دیگه دادخواهی میکردین و در میدان فوتبال باید به اساس مقررات فیفا که در فوتبال حاکم است رعایت میکردین و بازی را تا آخر ادامه میدادین؟ In this competition there is no rule for FIFA and the AFC. They're only observing, supervisor. در این جدال فیفا و AFC نقش نداشت. آنها فقط نظارت میکردند. اما تمام اصول و تصمیم ساخته فدراسیون کافا و کارکنان او است. پس چیزی را که من برداشت کردم و آنها فهمید کاری که من انجام دادم اشتباه بود. اما چیزی که به همه گفتیم، اگر ما یک بار این کار را انجام دهیم، این همچنان آینده من را تغییر خواهد داد. به گونه مثال در 16 دور پیش تمام تیم‌های افغانستان، تیم فوتسال، تیم زیر 17 سال، تیم زیر 20 سال به تاجیکستان یا کشورهای دیگر در رقابت‌های کافا سفر کردند. همیشه ما در هتل خراب بودیم. این نخستین بار خواهد بود که ما در یک هتل خوب خواهیم بود. به خاطر که ما با کافا گفتیم اگر به ما احترام نکنی ما مشکل می‌سازیم. ما دیگر نخواهیم گفت خیر است. نه خیر. هر انسان در عموم اگر قبول کند که کسی با سیلی بر روی تو بزند و بار دیگر این عمل را انجام بدهد، پس تو مستحق سیلی خوردن هر بار هستی. و هر کس فکر می کند که من فقط به فکر خود هستم. اگر من به خود فکر می کردم هیچ توجه به آن صحنه نمی کردم. این بازی از قبل تمام شده بود، اما من رازش را می دانم. من میدانم داور چرا ما را در او مسابقه کشت. به هر صورت کافا او داور را برکنار کرد. پس این بسیار مهم است. بعضی موقع نیاز است که چنین کار بکنی. ممکن اگر ما مسابقه را کامل بازی می کردیم وقتی بیرون شده بودیم و دوباره به میدان می آمدیم برای وقتهای باقی مانده 10 ثانیه یا هم 1 دقیقه، این برای بک‌گراند ما خوب بود. اما این یک پیام واضح نبود که اگر به ما احترام نگذارید ما دیگر بله و نخیر نخواهیم گفت، ما قبول نخواهیم کرد. پس این مهم است. شما باید به خود احترام بگذارید تا به مردم احترام کرده باشید. این چیزی است که من انجام دادم، وگرنه آنها باید میدانستند که یک بازی دوستانه است. هیچ اتفاقی رخ نمیداد.
چه باید کرد؟ خدا را شکر آنها فدراسیون فوتبال افغانستان را جریمه نکرد. هیچ کسی را جریمه نکرد. آنها تنها من را جریمه کرد و من قیمتش را پرداخت می کنم. They didn't punish Afghanistan Football Federation. They didn't punish anyone. They فقط will شما punish me جریمه with شدین. fine. So I will pay it. It's not big deal. اوکی، برمیگردیم سر بازیکن‌ها. در زمانی که تیم شما ایجاد شد و تمرکز اصلی شما روی چارچوب اصلی و قدرت بازیکن‌های داخلی بود و در سوشال مدیا خبرنگارا منتقدین هم می‌نوشتن که گویا شگافی ایجاد شده بین بازیکن‌های داخلی و بازیکن‌های خارجی و صحبت‌های هم مطرح می‌شد که آقای عبدالله المطیری گفته که چون بازیکن‌های خارجی به زیر بیرق بازی نمی‌کنن یا تعهدی ندارن یا قلباً بازی نمی‌کنن، پس من اعتماد بر از ندارم، اعتقادی هم ندارم، به این بازیکن‌های داخلی ادامه میدم. و چی شد که دوباره رجوع کردیم بازیکن‌های خارجی؟ This is the problem. Some of, let's say, some media reporters, or let's say, former officials, they are angry with the development of football. مشکل این است، بگذار بگویم، بعضی از خبرنگاران و بعضی مسئولان قبلی با پیشرفت فوتبال افغانستان مشکل دارند و هر حرف و خبر من را غلط می‌رسانند. به خاطر آن بعضی موقع منظور من را نمی‌دانند. من خیلی واضح هستم. من هیچ بازیکنی را به خاطر بیرون بودن و در این بودنش انتخاب نخواهم کرد. من بازیکنی که برای افغانستان مبارزه کند انتخاب میکنم. لذا هر کسی که موقف افغانی داشت در تیم ملی است. اما با قانونهای فیفا، به گونه مثال، یک کسی در هالند به دنیا آمده و پدر و مادرش افغانستانی است، پس این میتواند بازی کند. اما با اجازه فیفا نیاز داریم. این یک مرحله است. اما آنها قهر هستند به خاطر که اگر آنها در یک موقف مسئول باشند هیچ کاری نمی کنند. یک چیزی است که من میخواهم همه مردم افغانستان بدانند. هیچ تفاوت میان اروپایی ها، آمریکایی ها، افغانستانی ها و آسیایی ها نیست. اگر شما سخت کار کنید شما موفق خواهید شد. ما به اروپایی ها نیاز نداریم. ما نیاز به آمریکایی ها نداریم که کشور پیشرفته است. اگر شما هم جدی کار کنید برای کشورتان موفق خواهید شد. به گونه مثال کانال قشتپه، فکر کنم نامش همین است، این پروژه را امارت اسلامی ساخته. 250 کیلومتر است. این پروژه از 6 سال قبل است، اما اینها در 1 سال انجام دادند. پس ما به موفقیت به دیگران نیاز نداریم اگر جدی کار کنیم. درست. حالا دوباره میاییم به فوتبال. وقتی ما به کافا رفتیم، کافا بیرون از فیفا دی است و در بعضی از کشورها آغاز فصل و پایان فصل است. نجم حیدری و یک بازیکن دیگر. بعضی از بازیکنان گفتند که به استراحت نیاز داریم. بعضی از بازیکنان گفتند به تیم اضافه میشیم بعد از مسابقه اول. فرشاد نور به گونه مثال. از بعضی بازیکنان ما معلومات اشتباه داشتیم از طرف بعضی از مسئولان و بعضی بازیکنان از سوی AFC جریمه بودند. پس من وقت نداشتم که بررسی کنم. حالا ما بازیکنانی که پوشش دادیم جریمه نیستند. ما در مورد همه معلومات کامل نداریم. ما کار میکنیم، تلاش میکنیم تمام مشکلات را هر چه زودتر حل کنیم، به خاطری که حضور ما در رقابت‌های کافا یک پیام برای جهان است. ما زنده هستیم و هر کس فکر میکند با آن شیوه من از بازیکنان بیرونی دعوت نمیکنم، به خاطری که من تنها بازیکنان داخلی را میخواهم. به خاطری که فدراسیون یا دولت یا مردم پشت ما را بگیرند، این بسیار بچگانه و احمقانه است. ببخشید که این را میگویم، اما میخواهم چیزی برایتان بگویم. هیچ کس نمیتواند دیدگاه من را تغییر دهد. تنها پدر من میتواند دیدگاه من را تغییر دهد، اما او هم 25 سال پیش مرده است. پس این برای من تمام است. عین قصه در نیپال. تمام رسانه ها با من مقابله میکردند. زمانی که بازیکنان را تبدیل میکردم، تمام بازیکنان را خط زدم، با جایشان بازیکنان جدید و با استعداد را جذب کردم. همه با من مقابله میکردند. بعد از ختم قراردادم، همون رسانه که با من مقابله میکرد در جشن بهترین مربیان به من لقب بهترین مربی را اهدا کرد. پس من به این توجه نمیکنم که مردم چه میگوید. توجه من فقط به خداست، به خاطری که اگر در برابر خدا صادق بودی، خداوند پیروزی را نصیب میکند. با چه تعداد ورزشکار من حیث دفاع مرکزی بازی میکند؟ از بازیکنان بیرونی بیشتر از 11 بازیکن. محبوب حنیفی باید از مهدی طارمی دفاع بکنه. همچنان فرشاد نور من حیث دفاع مرکزی بازی میکند. نتیجه چه هست؟ هیچ چیزی. اما من 2 بازیکن داخلی دارم که میتواند این وظیفه را انجام دهد.
اما به تجربه و تمرین بیشتر نیاز دارد. ما دیدیم مهدی طارمی و محبوب حنیفی. مهدی طارمی 10 سال میشه در اروپا بازی میکند، اما محبوب حنیفی در اروپا و بیرون از افغانستان بازی نکرده. اما وقتی تقابل دادن مهدی طارمی برنده شد، اما محبوب همچنان 4 بار برنده شده است، اما هیچ کس پیروزی های او را نمی بیند به خاطری که یک بازیکن داخلی است. این تنها موضوع درون و بیرون نیست، این ویروس است. اگر فکر کنید بازیکنان اروپایی و آمریکایی بهتر از ماست، تاریخ را بخونید، هیچ کسی از ما بهتر نیست. اما ما به خود باور نداریم. ما بازیکن اروپایی میخواهیم، آمریکایی میخواهیم. میدانید یک بازیکن میخواد در تیم ملی بازی کند به خاطری که در بیرون از کشور بازی کرده. میدانید آخرین بازی که انجام داده 2 سال پیش بوده، اما در اروپا است. تو باید او را دعوت بکنی. اما کسی که بهترین عملکرد را در داخل دارد باید بگویی نه خیر، تو بازی کردن نمیتوانی، ما به بازیکن اروپایی نیاز داریم. اروپایی چه هست؟ من به این باور ندارم. کسی که برای افغانستان مقابله میکند او خواهد بود. من به این که در هرات، قندهار، مزار، کابل، بغلان و بیرون از کشور میخوابند توجه نمی کنم. کسی که خوب بازی کند او را دعوت میکنم. و شما حالا میبینید، آیا شما فهرست ما را دیدید؟ این حالا بهتر از کافی است. بعد از ماه اکتبر این فهرست خوبتر خواهد بود. چرا؟ به خاطری که بعضی بازیکنان دوباره آمدن، بعضی بازیکنان تناسب اندامشان را درست کردند. چرا من ببازم؟ چرا متوجه مردم باشم؟ زمانی که در نیپال بودم در رنکینگ 165م قرار داشتم. حالا من به یک تیم خوبتر هستم. درست، و انشالله دیگر هم پیش خواهیم رفت. من میخواهم به تیم بهتری بروم، پس باید نتایج خوبی با افغانستان بگیرم. این عادی است، اما هیچ کس نمیخواهد بفهمد و مشکل خلق میکند، به خاطر که مشکل شخصی دارند با فدراسیون، با رسانه، با علاقمندان، حتی با من، به خاطر که من واضح هستم. معلومات غلط به فیفا ارائه میکنند. Or with me because I clear the wrong information they send it to FIFA and the FC. در کنفرانس خبری هم شما گفته بودین که ما عرب ها و ما کویتی ها بسیار جدی هستیم. ما فقط پیروزی را میخواهیم و بدون از پیروزی هیچ فکر نمی کنیم. When I was 16 years old, I have 2 cuts in my ACL. وقتی 16 ساله بودم پاهایم زخمی شده بود. باز هم بازی میکردم. من دیوانه هستم. ما یک بازیکن داشتیم که 3 انگشتش شکسته بود و به بازیکنان خود نشان دادم. 3 انگشتش در بازی شکسته بود و 2 تا دندانش پایین افتاد، اما هنوز هم به بازی ادامه میداد. او با مربی درگیر شد به خاطر که فکر میکرد که باید او را تبدیل کند. این شخصیت من است. من تغییر نمیکنم. To change him. This is our personality. I cannot change it. دقیقاً به همین لفظ گفته بودن که ما دیوانه هستیم، ما اهمیت بدیم برای مسابقه، برای نتیجه، ما تا سرحد مرگ رقابت میکنیم. اما من گفتم به جای لفظ دیوانه را گفتم حساس استفاده کردم. خودشان در انگلیسی باز همین لفظ استفاده کردن. گفتم شاید درست نباشه. Other thing, I have problem in my heart from the ball. چیز دیگر، من تکلیف قلبی دارم. من فوتبال بازی میکنم. مثل دیگران در سرک جنگ میکنم. کار میکنم، خواب نمیکنم، توجه نمیکنم، به خاطر هر کس یک روز میمیرد، اما کار و تلاش شما نمیمیرد. اگر به نیپال بعد از 100 سال بروید، عبدالله را به یاد خواهند داشت. این چیزی است که من در افغانستان میخواهم. پس من برای فوتبال افغانستان جان میدهم، اما من به جدیت بیشتر نیاز دارم. به دیوانه های دیگر مثل خودم در میدان نیاز دارم. وقتی تیمی را میبینیم که تهاجمی و سخت بازی میکند، این مهارت است. میدانی به گونه مثال لیورپول لباس خود را به رنگ سرخ تغییر داد. سرخ که تیم های دیگر بترسند. و ما هم سرخ میپوشیم. حتی عرق نمیکنیم. این چه هست؟ ما باید زحمت بکشیم، عرق بکنیم. اگر میخواهیم پرچم افغانستان بلند باشد، باید زحمت بکشیم. مدیر تیم پیراهن خود را بعد مسابقه شست. این تنها آخرین مورد نیست. این ماجرا از 10 سال الی 20 سال به این سو است. شما می روید بازی را می بازید و دوباره می آیید. این مشکل نیست. اگر باختیم آنها بهتر از ماست. نه خیر. اگر با چالش ها نمی توانی مبارزه کنی، در خانه هایتان باشید. به خاطر همین کمی دیوانه هستم، ولی نه زیاد. Because of that, I am little crazy, but not too much crazy, little. بسیار تشکر. همچنان آقای عبدالله المطیری سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان را داریم. صحبت‌های ما بسیار جذاب است و
همچنان همراهشان خواهیم بود. یک وقفه کوتاه می‌بینیم، برمیگردیم. بخش بعدی برنامه ما قرار است که در مورد پلان‌ها و برنامه‌هایشان و در مورد بازیکنایی که به تیم ملی انتخاب کرده در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. یک وقفه خیلی کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم برنامه را ادامه بدیم. سلام دوباره، خوش آمدین. اینجا استودیوی ملی اسپورت است. در ارتباط به برنامه‌ها و پلان‌ها و انتخاب بازیکن‌ها با سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان جناب آقای عبدالله المطیری هستیم و ازشان میپرسیم که چقدر جناب آقای المطیری در انتخاب بازیکن‌ها خودتان مستقیما سهم داشتیم، چقدر فدراسیون دخیل بوده، میشه که در این قسمت هم صحبت بکنیم؟ همه معلومات درباره بازیکنان را دارم. در نشست خبری واضح ساختم. همه بازیکنان خوب هستند از هر لحاظ و هر روز با آنها در تماس هستم. کاملا مستقل بودین؟ بله. اوکی. و در کنفرانس خبریتان که چند روز پیش برگزار شد شما در مورد ایجاد دو تا تیم صحبت کردیم و میشه که توضیحات هم داشته باشیم در مورد این دو تا تیم و اینا، چرا دو تا تیم و قرار است که هر دو تایش خودتان هدایت بکنین یا کسی دیگه؟ I work on two plans. One for the World and Asian Cup qualifiers and the other one for the 10. من بالای دو برنامه کار میکنم. یکی راهیابی به بازی‌های آسیایی و دیگری بالای 10 سال آینده فوتبال در افغانستان. من بهترین بازیکنان را در افغانستان بعد از بازی‌های آنها انتخاب کردم. از بازیکنان جوان و با تجربه، اینها با من تمرین میکنند. زمانی که به بیرون از کشور میرویم ما همین بازیکنان را با خود می داشته باشیم تا با بازیکنان با تجربه یکجا شده برای راهیابی به بازی‌های آسیایی و جام جهانی بازی کنند. برای بازی‌های آسیایی بعضی مردم از من میپرسند چرا ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 23 سال در بازی‌های راهیابی و مسابقه‌های آسیایی است و من حیث سرمربی رقابت‌های آسیایی هستم. مسابقه‌های راهیابی زیر 23 سال آسیایی جواز حضور در رقابت‌های المپیک جهانی پاریس را کسب می‌کند. پس این بسیار مهم است. اما رقابت‌های آسیایی مهم نیست. اما این بسیار مهم برای بازیکنان جوان ما است تا تجربه در برابر کشورهای بزرگ را پیدا کنند. به گونه مثال ما حالا با ازبکستان، سوریه و هنگ کنگ بازی میکنیم. اگر ما به مرحله دوم راه پیدا کنیم ما با ژاپن یا هم با کره جنوبی بازی خواهیم کرد. اگر به مرحله بعد راه یافتیم یا با عربستان یا با ویتنام یا هم با عراق بازی خواهیم کرد. پس این ما را کمک میکند تا رشد کنیم، تجربه کسب کنیم. اگر احساس ترس کنیم تمام چیز را از دست میدهیم. پس این خیلی مهم است. به خاطر آن من تیم بازی‌های آسیایی را از رسانه‌ها حفاظت می‌کنم. به خاطر که من می‌دانم رسانه‌ها هیچ زمانی بالای بازیکنان حمله نمی‌کنند، بالای من حمله می‌کند. من مرد آهنی هستم. مشکل نیست. می‌توانند طبق میل خود بالای من حمله کنند. چیزی که مهم است، چیزی که بازیکنان جوان نیاز دارند. به گونه مثال حالا اگر به بازیکنان خوب در افغانستان ببینیم، من حیث بازیکنانی که در سطح بالا بازی کردند در حدود 15 بازی او هم به تیم 23 سال است. اما به گونه مثال یک بازیکن نیپال یوشگالم 22 مسابقه دوستانه جهانی را با من بازی کرده است. اما او مدرک رانندگی نداشت. او تنها 17 سال سن داشت. او در برابر تایلند، استرالیا، اردن، کویت، اندونزیا، عمان، هندوستان بازی کرده. پس به بازیکنان جوان باید فرصت داده شود. به خاطری که من وقت کافی ندارم برای بازیکنان جدید در بازی‌های آسیایی فرصت می‌دهم. من از گلالای رحیمی من حیث دروازه‌بان فرزاد و محبوب دعوت کردم به خاطری که به بازی‌های بیشتر نیاز دارند. اگر فیصل تمام مسابقه‌ها را بازی کند گلالای رحیم را چگونه ارزیابی کنیم؟ ممکن او بهتر از فیصل باشد. به همین منظور ما او را در بازی‌های آسیایی می‌بینیم. این برنامه است. من فکر می‌کنم زمانی که در نشست خبری ما برنامه را از 15 جولای تا 18 اکتبر اعلام کردیم همه خوشحال بودند به خاطری که ما برنامه داشتیم. حالا میدانید تیم ملی بعد از 1 ماه و بعد از 2 ماه چه برنامه دارد و این خوب است. حالا ما در یک مسیر خوب هستیم. تنها صبر نیاز است. What the national team will do after 2 months, after 1 month, after 3 months, and this is good. So we are now we are in the good way. So they need only to be patient. اوکی. و ای که قدرت اصلی تیم شما کجاست دقیقاً و کدام بخش تیم زیاد حساب باز کردیم؟ در مرکز، در دفاع خوب هستین،
فکر میکنیم با توجه به چند وقتی که کنار تیم بودین یا در خط حمله بازیکن‌های خوبی دارین؟ Let's say maybe Mongolia will watch this program, so no need to speak about our weakness. And بگذار strengths. بگویم ممکن تیم منگولیا این برنامه را ببیند. نیاز نیست بالای ضعف و قدرت صحبت کنیم، اما 3 نکته مهم برای همه تیم ها است: شجاعت، کار تیمی و وفاداری. تمام بازیکن یکی است و یکی برای همه است. پس زمانی که ما به این 3 نکته رسیدیم، نکته های دیگر قابل حل است. اما بدون شجاعت هیچ کاری کردن نمی توانید. بدون اتحاد کاری کردن نمی توانید. بدون کار تیمی هیچ چیزی به دست آوردن نمی توانید. اگر بررسی کنید، به گونه مثال تیم لستر سیتی برنده پرمیر لیگ شد. چه کسی پیش از آن کانته را می شناخت؟ چه کسی ریاض محرز را می شناخت؟ چه کسی کاستر شمایکل را می شناخت؟ هر کس. اما بعد از آن آنها ستاره شدند. پس این به نام نیست، به مهارت است، به شجاعت است، به کار تیمی برای بازی کردن است. Or the super skills. It is about the hard work, the teamwork, the brave heart to continue playing. منگولیا را میبریم؟ Inshallah. انشالله این آغاز کار است، اگر بازیکنان ما تمرکز داشته باشند. اگر که منگولیا را بردیم و به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌ها هم صعود کردیم و برابر تیم‌های قطر و هندوستان و کویت کشور خودتان رقیب شدین، برنامه چی است؟ Inshallah, if we beat Mongolia, we will back from Mongolia to. انشالله اگر ما منگولیا را شکست بدهیم، از منگولیا دوباره به کابل می آییم و بازیکنان به تیم‌هایشان می روند. ما از 18 اکتبر تا 12 روز در اینجا استراحت خواهیم کرد. بعد از آن به اردوگاه تمرینی قطر می رویم. 10 روز قبل از بازی با قطر. بعد از بازی با قطر ما به دوشنبه برای میزبانی بازی کویت می رویم. بعد از آن می بینیم چه اتفاقی رخ می دهد. اما برنامه را انجام می دهیم. اگر راه پیدا کنیم چه خواهیم کرد؟ اگر راه پیدا نکردیم چه خواهیم کرد؟ اگر نتوانستیم راه پیدا کنیم، بازی های دوستانه با تیم های آفریقایی، اروپایی و بعضی تیم های آسیایی خواهیم داشت. مهمترین مورد حالا شکست دادن منگولیا است، به خاطری که هدف همان است. حالا ما در رنکینگ آسیایی تیم 32 هستیم. ما باید به رنکینگ 28 خود را برسانیم تا مطمئن شویم که در هر دو رقابت هستیم. حداقل ما باید 2 تیم پایینتر از خود داشته باشیم و 1 تیم بالاتر از خود که در مجموع 6 بازی می شود. پس ما کاری می توانیم. اما هدف من نخست شکست دادن منگولیا است. بعد از آن اگر فرصت راهیابی داشتیم انجام خواهیم داد، به خاطری که گروه سخت نیست. روی کاغذ سخت است اما در حقیقت سخت نیست. We will do because it is not difficult to group. Okay. On the paper it's very difficult, but it is not difficult on the reality. بسیار تشکر. و به عنوان سوال آخر، اگر که افغانستان شانس میزبانی می داشت و شما در افغانستان میزبان تیم هایی که رقیب شما هست می بودین و مردم را، هواداران را به عنوان یار 12 در کنار خود می داشتین، چقدر نتیجه فرق میکرد نسبت به که حالا مجبور هستین بازی ها را در خارج از کشور میزبانی کنین؟ Thank you. I hope we can host our matches because the reality I choose Dushanbe. تشکر. آرزو دارم بازی هایمان را میزبانی کنیم، به خاطری که در حقیقت به یک دلیل دوشنبه را برای میزبانی انتخاب کردم، به خاطری که مطمئن هستم ورزشگاه پر از طرفداران افغانستان خواهد بود. در حقیقت اگر ما مسابقه را میزبانی میکنیم، چرا در ورزشگاه خالی بازی کنیم؟ ما به حمایت طرفداران خود ضرورت داریم، به خاطری که بعضی موقع طرفداران نقش بسیار مهم را برای کسب نتیجه خوب ایفا میکند. پس ما دوشنبه را به خاطر هوای سرد انتخاب کردیم، چون میزبان کویت و هندوستان هستیم. این مورد ما را کمک می کند. و چیز دیگر، ورزشگاه پر از تماشاچی خواهد بود. این نیز ما را کمک می کند. دلیل سوم، آب و هوای یکسان با افغانستان دارد. پس ما مشکل نخواهیم داشت. آرزو دارم روز میزبان بازی ها در افغانستان باشیم و همچنان کوشش می کنم بازی های دوستانه در افغانستان بگیرم، خارج از روز فیفا. اما نیاز به زمان دارد. Also, I try with some teams to play friendly match here in Afghanistan outside FIFA days, but it is need time more. جناب آقای المطیری، پیامی برای مردم افغانستان دارین؟ اگر هست بفرمایید. Allah subhanahu wa ta'ala has the power to say kun fayakun. But he create all dunya. الله متعال قدرت زیر و رو کردن را دارد، اما تمام جهان را در 6 روز به ما ساخت.
پس فکر نکنید ما افغانستان را قهرمان جام جهانی با یک اشاره میکنیم. پس ما به صبر، به باور، به حمایت یکدیگر، با دوست داشتن کشورمان نیاز داریم. ما توجه نداریم که چه کسی رئیس فدراسیون است، چه کسی سکرتر جنرال است، چه کسی مربی است، به خاطر که همه اینها یک روزی خواهند مرد. اما افغانستان هرگز نخواهد مرد. پرچم افغانستان نخواهد مرد. مردم افغانستان نخواهند مرد. اگر به این باور داشته باشیم، به من باور کنید ما به نتایج خوب میرسیم. اما اگر ما به مشکل‌ها، اشتباهات و موضوعهای کوچک ببینیم، به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. پس اگر واقعا کشورتان را دوست دارید، نه به سخن گفتن، نه به پوست کردن، نه به بلند کردن پرچم، نه به گوش دادن به موسیقی غمگین، شما باید ثابت کنید با حمایتتان از تیم ملی، به خاطر که تیم ملی فوتسال افتخارآفرین شدند، تیم زیر 17 سال افتخارآفرین شدند. اما آنها چیزی نداشتن، تنها تصور کردن ما حمایتشان میکنیم، به چه چیزی میرسیم. و یک پیام آخر برای شرکت ها: فدراسیون باز است، ما به کمک شما نیاز داریم. ما به کمک بانک های بزرگ، شرکت ها، به رسانه ها، به همه نیاز داریم تا برنامه های خوب برای آینده فوتبال افغانستان داشته باشیم. یک آرزو دارم که بتوانیم میزبان بازی ها در هرات، در قندهار، در بغلان و در غزنی باشیم، نه تنها در کابل. پس ما نیاز به ساختن ورزشگاه داریم. آرزو میکنم به پیام من گوش دهند. In Ghazni, not only in Kabul. So we need to build stadiums, we need a lot of things. So I hope they listen to my message. انشالله. امیدوار هستم که همه مردم افغانستان هم گوش بگیرن به پیام سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان. همونطور که قلب آقای عبدالله المطری مال از پیام و امید هست، آرزو هست، ما طرفدارای فوتبال افغانستان هم یک دنیا امید و آرزو داریم. خسته شدیم دیگه از نتایج تلخ و شکست‌های پیهم تیم ملی و یک فرقی که در صحبت‌های امروز با صحبت‌های قبلی سرمربیان قبلی بود که وعده ندادن که ما حتما قطعا هر طور شده ما صعود میکنیم و امتیاز میگیریم و در نهایت صعود نشد و اتفاق نیفتاد و کام مردم تلخ شد و دوباره ما از صفر آغاز میکنیم، از پلی‌آف آغاز میکنیم. ببینیم یک فلش بک بذاریم، یک دفعه بریم به سالهای 2014 و 15 و 16 که تیم افغانستان مال از قدرت و اعتبار بود. بریم برنامه را به پایان میرسونیم. بسیار تشکر از اینکه همراه ما بودین، تلویزیون ملی سپورت را دنبال کردین. پیام و صحبت‌های سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که افغانستان در آینده با همت سرمربی و مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان با توجه به پلان و برنامه‌های بسیار خوبی که دارن بتونین از این مرحله بسیار سخت و دشوار موفق بیرون براییم. وقت شما خوش. خدا یار و نگهدار شما.